سلام بچه ها، این اولین ویدیو در یوتیوب. لطفا کانال من سابسکرایب و لایک داشته باشین، خواهش بکنم، چون ما وضعیت مالی خوبی نداریم. خب این ویدیو هم درباره مارکو فان باستن. مارکو فان باستن افسانه هلندی بود که حتی میتونست رونالدو هم بیشتر گل بزنه. او در آژاکس بازی کرد، خیلی خوب شد و آس میلانی که اون زمان حالا از رئال بهتر بود و از خیلی تیم‌های دیگه اینو خواست. مارکو فان باستن هم اومد. مارکو فان باستن اونجا تونست 3 تا توپ طلای 1988 و 1987 88 و 92 رو ببره و خیلی بازیکن خوبی شد فان باستن. اما در سال 1995 فوتبالش خداحافظی شد. چرا؟ چون اون فان باستن رو دیگه ندیدیم. اون فان باستن در یک تکل رباطش پاره شد و از بین رفت. خواهش میکنم سابسکرایب کن.